دانیال تاریخ آلمان رو میتونی برامون بگی؟ بله از آخر به اول، از اول به آخر. از آخر به اول. بله. خب الان آلمان جمهوری فدرال که در آخر جنگ جهانی دوم تأسیس شد. زمانی که فقط آلمان غربی بودش. اون موقع آلمان شرقی هم وجود داشت که در واقع یه نظر شوروی بود. حالا آلمان در واقع خیلی اقتصاد بزرگی داره و جزو اتحادیه اروپا هستش که در واقع که مهمترین حرکت‌هایی هست که تو اتحادیه اروپا هست. همینطور در ناتو هم هست. قبل از اینکه آلمان اینجور باشه در واقع جنگ شرق بود که آلمان در شرق و غرب تقسیم شد. الان آلمان شرقی هم بدتر اومده. حتی اینکه در واقع قرارداد شوروی در واقع سربازها خودش رو کشته که یکم اونجا بودن بعدش آلمان شرقی بود. آلمان غربی در واقع از همون اول من زودتر اومده نه از همون اول. قرارداد آلمان به چند تا قسمت‌های مختلف تأسیس شده بوده که در واقع در نظر همه کسا بودن که جنگ جهانی دوم بودن. یکی شوروی، یکی آمریکا، یکی فرانسه، یکی هم انگلیس. قبل از اینکه آلمان نازی بود که مطمئنم بیشتر شما موندین آلمان نازی میشه. آلمان نازی در واقع در 1933 تأسیس شده بود. البته آدولف هیتلر الان اینکه کارل فون هیندنبرگ رئیس جمهور آلمان بود. و بعد از آلمان نازی در سالهای اولش در واقع کار زیاد نکرد. برای اینکه نازی کردش خودش و در واقع کارهای خیلی بدی کردش. مثل اینکه در واقع یهودی‌ها رو کشته بود. و بعد از اون هم که در سال 1936 اومد و در جای راینلند که در بعد از جنگ جهانی اول در واقع در جایی که سربازها اجازه نشدن برن و اجازه شد که سربازاش به اونجا برن اونجا رو تحصیل کنن دوباره. و بعد از اون هم که اتریش رو به خودش پیوست بهش در واقع معروف شده به آنشلس که به آلمانی میشه یعنی در واقع انکس به انگلیسی میشه که در واقع تصرف کشور بدون جنگ خونی. بعد هم که اومد و در واقع کنفرانس مونیخ شد که اومدن و سودتنلند که یه بخش آلمانی از چکسلواکی بود رو گرفتن. بعد از اونم که اومدن و در واقع به لهستان گفتن که شهر دنزینگ که قدم جزو آلمان رو به ما پس بودن گفتن نه و جنگ جهانی دوم شد. و جنگ جهانی دوم یکی از خونریزترین جنگ‌های در واقع دنیا در واقع بشر بودش. و فکر کنم حتی هنوزی الان بدتر بوده ممکنه در واقع حمله مغول‌ها بود. قبل از اون هم که آلمان جمهوری بود جمهوری وایمار معروف بود. حتی اونو آدولف هیتلر به معروف کرد. قبل از اون بهش میگن جمهوری آلمان. حتی خودش به خودش گفت رایش آلمان. قبل از اون اصلا اون زمان خیلی چیزای بدی بود آلمان. همه اقتصاد آلمان کاملا اصلا پاشیده بود و حتی پولای خیلی زیاد پولاش 1 میلیارد پول داشتن. بعد خیلی در واقع پولاشون انقدر کم بود. بعد پول چاپ می‌کردن انقدر که بعد مثلا ونزوئلا امروز. به خاطر اونش که بعد پولای در واقع که اهنامه ورسال انجام به بریتانیا و فرانسه بودن. قرار دیدم که امپراتوری آلمان که گفت اوج آلمان بعد سالهای در واقع اون موقع پراس اومد و آلمان رو زیر تحصیل هنر خود اومد و یک پارچه کردش. از اینکه یک جنگ با امپراتوری فرانسه دوم رو بردش. بعد اینجا جنگ پراس و فرانسه معروف شدش. و با آن کنفدراسیون آلمان شمالی آلمان متحد نظر امپراتوری آلمان که اونم در واقع یک از مهمترین شخصیت‌های جنگ جهانی اول بودش با اینکه من در اصلا جنگ موضوع شروع کرده و واقعا نزدیک که جنگ رو ببره متاسفانه باختش و آلمان شد جمهوری وایمار که خیلی بد. قبل از اون هم که جمهوری آلمان کشورها کوچولو بودن ولی جمهوری کنفدراسیون آلمان شمالی هم بودش در واقع آلمان شمالی متحد و خودم سری نظر بیسمارک. قبل از اون هم که پروس پادشاهی پروس بدن کشورهای کوچولویی بود. پادشاهی پروس قدمتش برمی‌گرده به زمان قرون وسطا ولی الان از آخر شد. پادشاهی پروس در نظر اوتو فون بیسمارک بودش که در واقع کسی بود که به ریل پولیتیک به این آلمان بود. و نگاه کرد که می‌خواستن آلمان متحد بکنن و با کشورهای دیگه روابط دیپلماسی خوب باشه. اگه آلمان متحد بکنن خیلی قوی میشه و این کشورها دیگه خیلی از این کار بلدن برای همین پولیتیک آدم. و قبل از اون پروس قرن که اوتو فون بیسمارک بیاد در واقع خیلی چیزای خوب داشت. چون که در واقع پروس جنگ ناپلئونی و جنگ‌های ناپلئونی ورده بودش و به سلطنت‌های مثل راینلند و بخش‌ها از لهستان گسیخته بود. قرار دادم که پروس در واقع تو جنگ‌های ناپلئونی خیلی بزرگ شد و دوباره کوچیک شد و دوباره بزرگ شد از ناپلئون کنه که دوباره باز خیلی چیزای جالب بود. قبل اون هم که در واقع پروس که کشور قرون وسطایی بودش که جزو امپراتوری مقدس روم بود و
یکی از اولین آلمان‌های متحد هست. قبل از اون هم که در واقع فرانکیای شرقی بودش، در واقع اینکه امپراتور فرانک اصلا ما شروع کردش. بعدش من فرانکیای وسطی رو تا فرانکیای غربی واقعا و بین خودمون تقسیم کردم. حالا هم یه امپراتور فرانک ها بودش که در واقع حتی شالمان می‌بوده بودش. در واقع قبل هم یه فرانک های از این قبل نبودن و بعدش هم در واقع یادم در واقع آلمان های بودن که هم دیگه جدا بودن و قبل هم آلمان ها بودن که به روم بودن و روم غربی ها اصلا پاشیدن و قبل از اون هم که آلمان ها از روم کنار گرفتن چون روم خیلی بزرگ بود و اونها در بخشای از آلمان امروزی بودن ولی همه بخشای بیشترش تحت کنترل روم بود. قبل از بودن که آلمان ها بودن و گال ها رو از زمانی که روم هنوز در اوایل خودش داشت و بیرون کردن از آلمان امروزی و از اسکاندیناوی بودن و آلمان امروزی مهاجرت. قبل از که آلمان ها در واقع همون در اسکاندیناوی بودن و این هم تاریخ کامل آلمان از امروز تا باستان.